ناو خدای مزنود لوان روز باش هجا دکتر علی تتر پارزگار دهوکه هجا فهیم عبدالله سلوک انجمن پارزگار دهوکه هجا دکتر سمیت ستیوان سمیت سلوک برنامه رکراوا UNDP بغداد و هولیره هجا اندازیار دیار بابان ریوبر گشتی کاروبار نوزل وزارت کهربا حریم کردستانه هجا دکتر داود سلیمان سلوک زانکویا دهوکه آمد بین برایس مهوان زده عزیز این همی بخیر هاتن سر چوان دست که زور به خوشحالم که این همی ابر آماده بن روی رسمه و کرنا پروژه ویزگاه برای اینانا 2 مگاوات ین کارم به پریکا روش تیشکا روژه سولار ناف زانکا دهوکه دا برای زان اف پروژه پنگاوه که زورا گرنگه ببر همینانا وزا کاره به وکو جدره که جنگه پارز و جنگه دوست و هاریکار بو همی جدرن دین وزی یا خویایا و روز بروش اف جدره وزی گشه که مازن دا و رکابریه که زور یا مازن نوبر کمپانی و کارگه جهان دا هنه ببر هم اینانا تکنولوژی نیتر بو وزی و ببیت الترنیتیف بو وزن دی وک گرتیک سروی پروژه اف پروژه هاتیه دانا سر روبر 22,000 متر دوجار کجمه پروژه نزدیکی 2 میلیون دلار آیا هاتیه دیزاین کردنش لای کمپانیا آما تکنولوژی آلمانی و جبهه کردنش لای کمپانیا تکنوسات یا کهرومکانیکی پروژه هاتیه دیزاین کردن بودانا 2039 کیلوواتا به هاتیهش 3776 پنل سولار 540 وات مارکا اکسیتیک آلمانی 18 اینورتر 110 کیلووات مارکا SMI آلمانی استراکچر گالوانایز مارکا نووا ستیل ترکی و همی وزگاه و گهور که بلند کرنا وزی و کابل و کلو پایلندیش باشترین براندن جهانی نه جوره وی پروژه اون گریده گهور راستا و خود داتا توران اجتماعی یا مدیم ولتج سالانه پتری 1515 کیلوگرام گاز CO2 کش و هوای تیتا پارستن بو برای جنگه ها کسافلمتر تمن کارکنه وان پروژه پتری 25 سالانه و کجمه سربیدی کرنا سالانه گلگی که ما گنجایه افریا فره دست خوشک و گلگ مازن کابینانه یا حکمت حریم کردستان بکین و خود جناب سلوک حکمت رضا مسئول بارزانی و برئیس وزیر کهربا حریم کردستان با پشتوانی بردوام و پروژه نوزا پاقش و در اینانا چندین یا ساین آسانکر و پشتوان با پشتخصناوی کرده و زی وک بریارا مقاصب و ورگرتون هنارتنا و زی دست خوشیل برس پارزگار دهوکت کن استافت گردا با پشنیار کرنا وی جورا پروژه باجره من کو افرود بیتا ایکم ویزگه وی قباره که راستا خود هیتا گردان گل توران اجتماعی و یا مدیم وقت سرطان سر عراقه و هیوید کن بیتا بناغک با پروژه دهاتی یت مازنتر و پروژه وبر هنانه و کرت گشتی و خود سرفراز بینین وکو کمپانی با جبرجه کناوی پروژه پرواز دست خوشگاه گرم لرای خراوا UNDP استاف وید کن و سرپشتیا پروژه و پشتوانی وانیا بردوام با حریم کردستان و کرده و زاپاقش سپاسیه که تایبت بو ریوبریا گشتیا کاربا دهوکه و سرکاتی زانکا دهوکه کن و پشتوانی و بردوام دست خوشیا حوالین زده عزیز لجنا سرپشتیاوی پروژه کن ایک بو کار و ماندیبو نوا بردوام بو سرکفتناوی پروژه سپاسیه که بسنور برای یخوی عزیز اندازیار شهرزا سربست آمیدی و خانماوی اندازیار گابه کستار خدان کمپانی آما تکنولوژی آلمانی برول وان برچاو ویکاری دا وکو شیرتکار و پالپشت سپاسی همی اندازیار و کارمندن کمپانی آمد که ایک برنج و ماندیبونا و بو دماهی اینا نوی کاریب سرفرازی و برز حوال و هابش خدا خاص آمیدی خدان کمپانی دار و سولار برول وی برچاو هیویدارینش حکمت حریم کردستان هر یا بردامید بو پشتوانی وان جورا پروژان و بیتا پالدر بو کرت تایبت و گشتی بودانا پروژه مازنتر یت وزا پاقش ایتر زور سپاس باقتی بیلوس زور سپاس بو اندازیار سالار احمد غفور رهبری کمپانیا تکنوسات نوکجی دیداخواه جبارز دکتر ستیوان سمیت کم سروکرک خراوی UNDP لبغدا و سروکرک خراوی UNDP هولیره بلا کرم پی با خود بشکیر کرد.
Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here today, part of this event, of this very important event for the start-up of this 2 megawatt peak solar plant. This plant has already quite a long history, because already in the 2016-18 time, LADP, a predecessor project funded by the European Union and implemented by UNDP, supported the government of Duhok in elaborating a sustainable energy action plan. In this sustainable energy action plan, the governorate committed itself to a very, very ambitious target of reducing its carbon emissions to 40% in relation to a business as usual scenario of 2015, and to do so by 2030. This is very ambitious, and I realized, as I read just recently in the papers, that Kurdistan in general is on a very, very good track to achieve this ambitious target, by having by now already 20% of its electricity generated through renewables, and by being committed and on a very good path towards achieving 40% of electricity generated by the year 2030. So it's on a very good path. This solar energy plant, which has been funded completely by the European Union and implemented by UNDP, is contributing towards this achievement. It's only 2 megawatt, and the idea is that by 2030, 40 megawatt peak have been implemented to achieve those goals. Now, this plant which you see here is supposed to be something like an appetizer, a pilot, to show investors, yes, solar energy can really create benefits, can really work in Duhok. And I can assure you, anybody who is here, maybe an investor, interested investment, that solar energy in Duhok is profitable, is competitive in relation to the general grid. That is very important. The payback period is supposed to be around 7 years. Now, I hope that not everyone will wait 7 years to realize really the payback period will be achieved, and then only invest, because by that time it's 2029 and we are very short in time. So I encourage anyone who is interested to support the governorate of Duhok, to support the governor in creating more of these types of plans to achieve this ambitious goal of the governorate of Duhok, to which I would like to once more congratulate the governorate of being on a very, very good track to achieving this goal. So one more point which shows you the importance of this plant. I like this comparison of saying this plant avoids so much carbon dioxide as are being absorbed annually by 90,000 trees. You would, in other words, need 90,000 mature trees to take out of the air as much carbon dioxide as this plant is avoiding in producing, which is, I think, a stunning comparison. So with these words, I would like to conclude and once more congratulate you to this achievement. Thank to the European Union for the generous financing, and wishing you a good rest of the event. Thank you.
زور سپاس بو سروکرک خراوی UNDP لبغدا و سروکرک خراوی UNDP لهولره. Thank you very much. نکجی تدا خواج برز دکتر علی تدر پارزگار دو که ملاوهت پیفا خوب پیشگیر بکرد. ناو خود مزن و دلوان همی میوانن هجال هر جهکوات بم خیرات سر جاوا خوشحال نبرو الباجر دهو که پروژه که زور گرنگ زور گرنگ ازمونه که سرکفتی سر آست همی جهانه لی رنگ بوما وکو ازمونه که نوی و یا دستپیکی و جه خوشحالی و شانازی یکو اوه ازمونه به قباره بجاره که الباجر دهو که الپارزگه ها دهو که ام باریکاریا UNDP و پاردار کرنا ایکتیا اروپی انجام دهیم دست خوشی کمپانی جبجه کار که لخوازه سرکفنه بود خوازین هیویداری نوه ببیت تجربه کباش ازمونه کباش بوا کمپانی و همی کمپانی دیت کردستان ویت عراقه بونده که هم بشه نوه ازمونه چوال همی ولات الدنیا یا بویا الترناتیو که زورا باش و انرژی که بردوام ارزانتر ساخلمتر و بو پاراستنا جنگه و پیدا کردن جنگه که ساخلمتر و اگر کس جی نزانید که گرنگی ها چند دوید عراقی باشترش همی خلک دنیای بزانن گرنگی ها اوی پروژه و مفاول گرتنش انرژی ها روژه ها حتاوه که خیراوی چنده بو پاراستنا ساخلمیامه و حتی بو پاراستنا ثروت و سامان و همی او سامان میل بن عرجی چند ضروریه از باید کم پیوست نبیتن هم بحث فایده بکنید بگومان همی کزان فایده اوا پروژه و مفاول گرتن لانرژی روژه انجی حطاوه چند زوره و کاریگری و تأثیرات توید ایجابی و پوزیتیو جد سر کمالگه و سر جنگه چنده هست کرم و برپرسیارتیه و زانینا قباره مفای وی که بو کمالگه همه یا کردستانی و یا عراقی حکومت هرم کردستانی و طایبت جناب سروک حکومت هرم کردستانی که مسئول بارزانی توصیه بردوام همه کریه که هم کار بکن بونده هم مفای الانرژی پاکش وال بگیریم چوی جاف انرژی پاکش ریکا درست کردن صدا بید که او رنگ عملیه که پیچه که بزحمت تر دوم درشتر و پاره که زیده تر پید وید لی اوه یا بسانهی تره هم دمیوه کرد تره و هم او امکانات بو تینه ترخان کرن کل تره سروی اساسی جی خوشبختانه وزارت کاربی جی و خود جناب وزیری جی بر هویابی همی گوایه هبویه او کمپانیت مهنارتیه دفیت دیتی چه آسانکاریت بود کری و نوکه جیمت گلنده کمپانیا قبارت گله کد به مستر حتی 100 مگاوات کاربه ما شیم بیجن رزامندی دای و بیکاتنا هبوی تنب سر ام تشتیکومای او ام ترخان کرنا عند پیویست یعنی ایکش ممکنه سلبیات دوی او بیتن کو بو دا مزراندنا اواب جور سیستمی آخه که زیده تر پید بیتن بو به ایکی جی خوشبختانه ام شین مفایل اوید که ام بیجینه بطن چیای اف جی کو قابل زراعت نبیتن و مجرد ام بیجینه منطقه که چوله و هیچ مفایل که جینا گهین تا زراعتی سودش و بهت ورگرتن و خوشبختانه دلار ما گلک جهت وسایت هیا بطنت وکی به بطنه کوکر چاندن جناه تنه مثلا بو جنگه هیت امشیم کار بینید و به که هیویدارین کو خلق ما گندت ما
یا جی بیجینه خدان عردت ما هاری کار بند گل مدا بوما بربستا چه نکن بذارن که اف پروژه گله گرنگ المات خدمت و خدمت همی حولات یادانه اگر او جی هاری کار بنم همی تاری کار بین انشالله پروژه مدا به هر اون که بو سالا بهت هم بشین نک 2 مگاوات کهربه ام چند صد مگاوات کهربه جی بر هم بینین و چندین کمپانیا و چندین ولاتا جی آماده بونا خود دل بری و آماده نک و ابا پروژه جی بجی بکن انشالله پروژه آودانی دید بردوام بن هر وقت آودیتی بدهیجی ما چندین پروژه و ابروجی پروژه و هفتیا بهیجی کومک و پروژه چه پروژه وکین کرنت خدمت هاولات یادا یانجی بری بنیاتی بو پروژه بهت دانان و دوباره کنه و پروژه افصاله کو تایبت و دو سه هیوادا ما روانه جی بجی کرنه کری هنده پروژه زور بود ام نگهشتنه بری بنیاتی بدانیم بر هنده رنگ ام بکینه جمله و بری بنیاتا بدانیم مثلا بونمونه رنگ ما پیچنه بید 15 مدرسه کتابخانه ام 15 بری بنیاتی ممکنه جهه که بدانیم بس همی و ویگ را بکن و چندین پروژه ریک آجیب همان تردیم گلک پروژه خدمت گذاریه یه سنور پاریزگاه ها دهو که هاتی انجام دان و از متأکدم جید انشاءالله بو سالا به جی اف برنامه دی بردوام بیتن و یا پیویز بو خدمت حوالاتی تریم و کردستان دهیتا انجام دان جاره کدی بناو پاریزگاه ها دهو که اداره پاریزگاه ها دهو که سپاسی و دست خوشید که بو اتحاد اروپی UNDP وزارت کاربه کمپانیا جی و جی کار و همی اندازیار و تکنسیان و همی او کسید که کارد ویدا کری حتی گهیتا پاله که ساده که کارد بی پروژه دا کر بید هم دست خوشی لید که اینو سپاسیالات که هر بمینم خیر و دفازه سرکت نگوهد خازی زور سپاس بو پارێزگارê dibûkê û peyvawî belê barêzan ji bo karexistina vî projê daxwaz ji her êk ji Dr. Alî Tatar parêzgarê dibûkê her dîsa endaziyar Diyarbaba ve beberê giştî karûbarên Wezîr Wezareta Karebê Dr. Stephen Smith û endaziyar Salar Ahmed bila kerem bikin. بله برایزان شبودی ناف پروژه گشتکی کرم بکن ناف پروژه دان انجام بدن و دیفرا شیرینیه که بخون هر مین خوشی و شادیه ده حتى دنگ منم